که دیگه حالا هر جینقلت شیخکی بیاد بگه خلیج عربی. آیا ملت ایران به شما اجازه داده که خلیج همیشه فارس رو چنان با بی‌اعتنایی برخورد بکنید که دیگه حالا هر جینقلت شیخکی بیاد بگه خلیج عربی؟ که دیگه حالا هر جینقلت شیخکی بیاد بگه خلیج عربی؟ که دیگه حالا هر جینقلت شیخکی بیاد بگه خلیج عربی؟ یه چیز جالب براتون میگم. تو شرق الوسط متنی رو آورده بودن، ترجمه کرده بودن، گذاشته بودن خلیج فارس. نقل قول از فرمانده دریایی آمریکاست. فردا تو اون قسمت مصوبات یا تصحیح اومدن گفتن بله در متن دیروز چاپ شده بود از قول این فرمانده که نیروهای آمریکایی مستقر در خلیج فارس. خلیج فارس درست نیست، تو خلیج عربی درست. زنگ زدم به سردبیر، من اونجا کار میکنم، گفتم آقا این رو آوردن معناش چی بود؟ آیا توهین به ملت ایران نبود؟ حالا در مواقع دیگه شما می‌نویسید خلیج عربی، ما می‌نویسیم خلیج فارس. حقم با ماست، خودتونم میدونید، سردبیرم میگه آره من میدونم. گفتم ولی این تصحیح یعنی چی؟ یعنی شما یک بار که مطلب درستی رو نوشتید میایید اعلام میکنید این مطلب نادرسته، درستش این مطلب نادرسته است، این نام جعلیه. و بعد معلوم شد یه نفر از این جوجه هایی که قومجی بهشون میگیم دوچار شوونیزم افراطی هن. اون برداشته این تصحیح باشه. خلیج فارس که میرم در این کشورها، رفتاری که اینا با این بنگلادشی های بدبخت، پاکستانی ها، هندی ها با اینا دارن رفتار با بنده است. حالا خدا پولی بهشون داده ولی شعور که نداده که. رفتاری که با این بیچارا میکنن مثل رفتار با یه برده است. این کشورهای حاشیه خلیج فارس، این شیخکا که اینا چیزی نیستن. این کشورهای حاشیه خلیج فارس، این شیخکا که اینا چیزی نیستن. این شیخکا که اینا چیزی نیستن. این کشورهای حاشیه خلیج فارس، این شیخکا که اینا چیزی نیستن. این شیخکا که اینا چیزی نیستن.